سلام عشقای دل من، حال شما چطوره؟ خوبین؟ بچه این دفعه ما میخوایم در مورد هد صحبت کنیم. سر سایت، جایی که خونده میشه اما دیده نمیشه. مرورگرها، موتورهای جستجو اینها رو میان میخونن. غیر از این مورد اول که چی؟ که خونده میشه دیده هم میشه. بقیه موارد دیگه خونده میشن اما دیده نمیشن، بلکه اگر لازم باشه اجرا میشن. بچه تایتل عنوان سایت ما هست که اینجا توی تب ما میارش. توی موتورهای جستجو وقتی که یه چیزی رو جستجو کنیم میاره و چی رو میاره؟ دقیقا این مورد رو برای ما میاره. تایتل، ساده ترین حالت ممکن. تگ استایل بچه شما میخواین یک استایلی بهش بدید، یک کد CSS رو بنویسید. فرضاً من بنویسم بادی، البته شما هنوز نخونید. بک‌گراند مثلا کالر رو میزنم بلو. خب صفحه من زمینش آبی رنگ شد یا رد قرمز شد یا هر رنگ دیگه ای. خب شما میتونید اینجا واردش کنید، اما ترجیح اینه که از بلوک های استایل استفاده نکنید. شما در فصل استایل همه اینها رو کاملا متوجه میشید و یاد میگیرید. فقط صرفا من این نکتهش رو بهتون گفتم، بذرش رو کاشتم که آماده باشید. خب من اینو پاک میکنم. اسکریپت هم دوباره فایل جاوا اسکریپت هست که ترجیحاً توی یک فایل جدا باشه، اما من برای تست این فایل رو اضافه میکنم. Hi, this is a test. اگر ذخیره کنم یک اعلان اینجا میاره و متن اعلانی رو که من اینجا نوشتم رو برای من میاره و اجرا میشه. البته این دوتا مورد رو من توی بادی هم میتونم بنویسم. اگر این رو کات کنم و اینجا بیارم دوباره میخونش. اما وقتی که توی هد میاری یعنی چی؟ یعنی میگی آقا او بالاترین اولویت ممکن رو باید داشته باشی برای من. مورد بعدی بچه‌ها لینک هست. یه اتریبیوت رل داره که میگیم نوعش از نوع صفحات استایل هست و آدرسش کجاست؟ به یک فایل CSS میایم لینک میدیم. آدرسش کجاست؟ پوشه اسس، پوشه CSS mystyles.css. من اینو از قبل ساختم mystyles.css. خب اینو من پاک میکنم که مزاحممون نشه این دوتا. خب ذخیره میکنم. حالا چی کار میکنه؟ میاد این mystyle رو که من ساختم رو میخونه. فایل CSS هست. دوباره من همون کد رو مینویسم. مثلا بک‌گراند کالرم این دفعه مثلا اکوا باشه فرضاً. رنگش ببینید تغییر کرد. تا ذخیره میکنم اینجا تغییر میکنه. لینک میاد یک فایل خارجی رو به فایل اصلی ما اضافه میکنه. و مورد بعدی متا تگ ها هستن بچه ها. متا تگ ها برای تعریف یک خصوصیت از سایت ما به مرورگر و به موتورهای جستجو هست. من میگم که آقا چارست من، حالا اگر درست تلفظ کنم UTF-8 باشه. UTF-8 یک نوع انکودینگ هست که از زبان فارسی پشتیبانی میکنه. ممکنه اگر این رو عوض کنید و یک چیز دیگه بذارید زبان فارسی رو به صورت حروف میخی نشون بده. خب متا نیم، اتریبیوت نیم رو بهش میگیم کیورد. من میخوام کیورد های این سایت رو به شما معرفی کنم، آقای مرورگر، آقای موتور جستجو. خب کیورد های من چی هستن؟ میام توی کانتنت تعریفشون میکنم. توی این صفحه من دارم در مورد HTML, CSS و جاوا اسکریپت توضیح میدم و صحبت میکنم. تمرکز من روی این 3 کلمه هست. خب یه توضیح هم در مورد اون صفحه من میدم. میگم آقا صفحه من در این توضیحش HTML, CSS Advanced Course، یعنی دوره پیشرفته HTML, CSS. هر زبانی شما بخواید میتونید بنویسید. من میتونم بنویسم دوره پیشرفته فرضاً HTML, CSS، فرقی نداره. بریم بعدی. اتور، نویسنده. بچه من میام به مرورگر و موتور جستجو میگم نویسنده این صفحه همزه شمسی هست. توی کانتنت میگم. و مورد آخر ویوپورت هست. ویوپورت یعنی اندازه این صفحه نمایش. میگم آقا اندازه من با اندازه دستگاه هم برابر باشه و اسکیلم یعنی اون نسبت تناسبم 1 باشه، یعنی اندازه دستگاه با اندازه نمایشم هیچ فرقی نداشته باشه. نسبت که بگیریم نسبتشون 1 بشه. برای اینکه ویوپورت رو بهتر متوجه بشیم
من یک ایمیج استفاده میکنم از asset img پروفایل رو میارم ذخیره میکنم. بچه این عکس پروفایل من ویو پورت الان هست. خب من اینو باز میکنم، اینسپکت میگیرم. خب اینسپکت من این ور باز شد. برای اینکه بخواین اینسپکتتون کنار باز شه این سه نقطه رو بزنید و این گزینه رو کلیک کنید. خب بچه من نگاه کنید، من اینو کم و زیاد میکنم، میاد کل محتوای سایتم رو اینجا نشون میده، توی همین ابعاد نشون میده. خب من چپ و راستش کنم یکم میاد اینور. به خاطر چیه که میاد اینور؟ در اصل نباید بیاد، به خاطر عکسم، سایز عکسم نامناسب هست. بعد اوکی هست ولی کل محتوای سایتم رو برام نشون میده. اما اگر من میام اینو بگم آقا اجرا نکن، اینو اجرا نکن، حالا به اینجا نگاه کنید بچه‌ها چقدر چپ و راست شد. اگر من یک متنی اینجا داشته باشم دیگه بار اول نشونش نمیده، توی صفحات فرزن الان این اندازه موبایله نشونش نمیده و من مجبورم چپ و راست کنم تا اون رو ببینم و اذیت میشم. پس بهتره که این شکلی باشه. خب این از این بخش هد. چیزهای ابتدایی هستن که من به شما گفتم و کم کم پیشرفته تر از اون رو یاد میگیرید با یادگیری، تمرین و تست. خودتون رو قانع به این چیزهای کوچیک نکنید. موفق باشین. خدا نگهدار.